مطلب جمیله حسین شیرالی کبیر وزیر صنعت تاجیکستان گفت مردم به جای شکر عسل استعمال کنند زیرا شکر ضرر دارد. متاسفانه امروز در جمهوری تاجیکستان شکر استحصال نمی کنند. همه شکری که در بازار و مغازه ها می بینید وارداتی است. گفته می شود که در بین کشورهای پسندشوروی امروز تنها در دو کشور تاجیکستان و ازبکستان استحصال شکر به راه مانده نشده است، حال آنکه در زمان سوویتی در هر دو این جمهوری لبلبوی قند به مراتب زیاد کش شده و بدون کارکرد آن زمان شکر را اساساً در اوکراین، بلاروسیا و روسیه کارکرد می‌کردند، همچون خوراک چاروا وسیع استفاده می‌شد. درباره کشتی لبلبوی قند و تجربه استحصال شکر تاجیکی گازت SSSR سالهای زیاد می نویسد و می گوید خوشبختانه این پیشنهاد ما بالاخره به گوش رسید و همکنون متخصصان تاجیک به تحلیل امکانیت کشتی آن گذشته با همتایان روسی خود سر کشتی لبلبوی قند به اتفاق رسیدند. طور SSSR خبر یافت مسئله کشتی لبلبوی قند و بر راه ماندن استحصال منبعده شکر در جمهوری تاجیکستان در سفر اخیر پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به فدراسیون روسیه و گفتگویش با ولادیمیر پوتین پرزیدنت فدراسیون روسیه بررسی شده است. در پی دستور سروران تاجیکستان روسیه حالا وزارت‌های کشاورزی دو کشور منطقه‌های برای کشت مساعد به حاصلناکی لبلبوی قند را در تاجیکستان تحلیل دارند. باید گفت که در زمان سوویتی در کالخاز و سوخازهای ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان لبلبوی قند استحصال می‌کردند، ولی آن اساساً برای خوراک چاروا روانه می‌گشت. می‌گفتند که لبلبوی قند گوشت و شیر گاو را به مزه می‌کند. استحصال شکر و لبلبوی قند به راه مانده نشده بود، زیرا در SSSR هر جمهوری کار خود را می‌کرد. تاجیکستان و ازبکستان پخته می‌کاشتند، قزاقستان غله، اوکراین و بلاروسیا قند و شکر استحصال می‌نمودند. استحصال شکر از لبلبوی قند در SSSR از سالهای 1930 وسعت نو گرفته در مدت کوتاه توانست این کشور را به مملکت اساسی صادرکننده شکر در جهان تبدیل نماید. نوابسته از آنکه سالهای جنگ بزرگ وطنی سال 1941-1945 این ساحه به مشکلی روبرو آمد، ولی حتی در سالهای وزنین در SSSR شکر استحصال میشد. پس از سالهای 1970 عصر گذشته در SSSR سخرنی بوم پیش آمد. استحصال شکر از میلیون تن هم گذشت. حتی در ازبکستان سوویتی هم کارخانه استحصال قند و شکر گشادند. در 30 سال اخیر باشد در کشورهای آسیای مرکزی تنها در قزاقستان و ترکمنستان و قرقیزستان شکر استحصال می شود، ولی صادرات آن خیلی کم است. به تاجیکستان باشد امروز بیشتر شکر روسی، آذری، هندی و پاکستانی وارد می‌گردد. مخبران و خوانندگان گازت مردمی بارها به مسئولین سوال داده بودند که چرا در تاجیکستان شکر استحصال نمی‌کنند. شیرالی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان 2 سال قبل در یک صحبتش گفته بود که سر این مسئله با سرمایه‌گذاران خارجی صحبت ادامه دارد، ولی ضمن نشست مطبوعاتی سال قبل شاید عصبی بود و یا شاید کمی خوشحال که در رابطه با سؤال مخبر SSSR درباره بر راه ماندن استحصال شکر تاجیکی شیرالی کبیر هم و پیروی از صورتگیر کسبی ما از صابر گفته بود که شکر ضرر دارد و به جای شکر مردم عسل خورند بهتر است. شاید وزیر شوخی کرد. ثبت نشست مطبوعاتی با سوال و جواب‌ها در یوتیوب کانال SSSR TV محفوظ است و شما می توانید آن را تماشا کنید. رئیسان خواجگی‌های دهقانی میگویند که کشتی لبلبوی قند بر ضرر بوده حاصل خرج رفته را نمی‌پوشاند. علی منازوف رهبر خواجگی دهقانی از شهر ایسار بر آن نظر است که لبلبوی قند را باید در زمین خیلی کلان 10-20 هکتار کش کرد تا آن فایده بیاورد. ببینید لبلبوی قند را در زمان سوویتی به طور عمومی می‌کاشتند. دولت همه را موظف می‌کرد. کالخازهای کلان در هزارها گز زمین لبلبو می‌کاشتند، حاصل خوب می‌گرفتند و محصولات خوش‌صفت برای استحصال شکر می‌رفت و بدصفت برای خوراک زمستانه چاروا. لبلبو را نمی‌توان در 15 ساعتی خود 1-2 هکتار کاشت، زیرا ضررش بیشتر می‌شود و مهمتر از این لبلبوی قند در کشور ما خریدار ندارد، وگرنه دهقان تاجیک حتما کش می‌کرد. واقعا هم چرا با داشتن هزارها هکتار زمین کشاورزی امکانیت مساعد اکولوژی و اقلیم کشاورزان تاجیک به کشت لبلبوی قند لااقل برای خوراک چاروا سر نکنند.
لبلبوی قند که افزون گشت، البته شکر هم استحصال خواهد شد. برای استحصال شکر باشد کارخانه عظیم و بزرگ بنیاد کردن لازم نیست. یک مینی زواد معاصر میتواند تا جای طلبات اهالی مملکت را قانع نماید و برای کاهش نرخ آن که همه ساله با 100 بهانه گران می شود تأثیر گذارد. در پایان مطلب بعد گفته‌های شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نوی کشور، یک لطیفه قدیمی عبید زاکانی به یادم آمد. روز به وزیر اعظم ثروتمند کشور میگویند که مردم ناراحت است و دست به تظاهرات زدن است. وزیر میپرسد که چرا؟ میگویند محترم وزیر، آنها نان خوردن ندارند، وضعشان خیلی بد است. وزیر اعظم در پاسخ میگوید نان ندارند، آش خورند.